امروز مادرم رو زنگ زدم از غریبی. سلام مادر جان. مادرم گریه کرد و گفت سلام دیگر بندم. صدای گریه مادرم رو شنیدم، دلم ریش شد و گفتم مادر جان چرا گریه میکنی؟ در دنیا آنقدر عذاب کشیدی، گریه نکردی. آخر امروز ما کلان شدیم، بازم گریه میکنی؟ مادرم گفت جگر بندم، آخر امروز تو در برم نیستی. با خدا چشمانم پر از آب شد و دیگه چی گفتنم را ندانستم. لحظه خاموش ایستادم و گفتم مادر جان با صبر باش، انشاءالله بر میگردیم. این غمی که مادر ایمان دارند، هزارها مادر تاجیک این غم را به دوش دارند. مادرهای عزیز، اشک نریزونید، ما را غمگین نکنید. انشاءالله ما بر میگردیم به نزدتان.